یا به گردنش هم میتونی این جدی داره دستام هم ببنده. شما چرا دارین جدی میگیرین؟ مسعود وزیری بیا کمک کن. آره دارم میگیرم. مرکز سیاه گردشگری خب یه قشنگ بده من بده ماسک بزنم قیافم خیلی تابلو. او قمه بود تو اتاق که بره بیاره. کرکس بشناسن کیه این چرا قیز داره؟ مسعود بهتر میدونه. همه با هم بگین علی موسوی تو روحت. علی جان بس بابا. آقا برق من بس بکنم. چه پیشنهاد خوبی دادم ولی نه؟ بچا سوال پیشنهادم خیلی خوب بود. اینجا کجا مزه ماژان چرا نمیاین فلان؟ آقا من بس کن. برقشو بس کن. من میخوام سوختنشو فیلم بگیرم خب. برقشو صحبتتو بگو. احمد من برق اعتراف می‌کنی یا نه؟ من به شما پیشنهاد می‌کنم حتما نه یه لحظه درت ببندید صحبت از پشت اعتراف می‌کنی یا نه؟ هر کی دقیقه داری داره به جلو. این خیلی قیز داره جونتون. علی نکنه ما کاری کردم تو خبر ندارم. خدا من تو امیر مسلم. یکی اینم هست احمد برو یه مگه خیلی اون دور گردن باید بره اون مال دور گردنشه. میذاری من سر بزنم ولی جان. ها نگاه. سوال بپرس. خب تو چند نفر کشتی؟ ها؟ چند نفر کشتی؟ بیار مزه ماژان. جواب بده. آروم بزن. ببین هر کدوم من جواب نداد میزنمش. خب اسم چیه؟ آقای مصطفی به کجای برادر؟ جان تو چی می‌خوای؟ بیار جمعش کن جلو تا آمون برو. اینجا رئیس یه نفره بپرس. ببین ایشون آقای موسوی هستن بعد از 15 سال. تو حرف نمیزنی. من سوال می‌کنم تو جواب من آ چجوری دون؟ حرف نزن تو داری وقتی با من سوال بگی دهن تو به. احمد نه یا احمد شما با کدوم گروه مافیا در ارتباطی؟ من بن لادن بود. خب من گیر افتادم. بعد دیگه گرفتم. علی که خیلی جدی گرفته خدا وکیلی. با ریگا در ارتباطی غروب آفتاب نگاه کنید. زر نزن. بچا میشه بیا پشت فیلم بگیره غروب هم بیفته حداقل فیلم پایانی قشنگ‌تر بیفته. جدی آخر بیا از پشت. چرا برق وصل نمی‌کنیم ما می‌خوایم سوختنشو فیلم بگیریم. کجا آوردین ما نکن تو که داری میری اکانت پیج تو بده من. برای چی نشوندمت اینجا پیشنهاد دادم؟ بلکه من ندیدم تا حالا آدم بسوزه. می‌خوام ببینم. آخرین خاصیت چیه؟